و به ناچار برای اینکه بتونم محصولات رو درست کنم یا شرکت کنم تو مسابقات، از فروش طلای همسرم گرفته، فروش طلای دخترم گرفته. شما کارمند اداره مالیات هستین که مخترع هستید یا مخترعی هستید که کارمند اداره مالیات هم هستید؟ 19 سالگی شروع کردم به بحث اختراعات و به تناسب خب اختراعات زودتر از مالیات شروع کردم، ولی الان تقریبا نزدیک به 12 سال است که در سازمان مالیاتی ورود کردم و در قالب حسابات سرشد مالیاتی در خدمت همشهری عزیزم هستم. چی شد که وارد این حوزه شدید و اولین اختراعتون کی اتفاق افتاد؟ همه چی با اتفاق شروع شد. دانشجوی ترم دوم مقطع کارشناسی بودم، رشته مدیریت بازرگانی رشت. برام خیلی مهم بود که همیشه شاگرد اول باشم و دوست داشتم این موضوع رو، چون به این فکر می‌کردم که از درس میتونم به جایی برسم. ترم اول که شاگرد اول شدم، ترم دوم یک درسی ما داشتیم تحقیق در عملیات و جلسه اولی که استاد اومد صحبت کرد من هیچی نفهمیدم و احساس کردم که شاید این درس رو اصلا من باعث بشه که حذف کنم یا مثلا اتفاق بدتری بخواد بیفته. یکی از دوستان مادرم آموزشگاهی داشت، معرفی کرد که یک شخصی هست اینجا میتونه مثلا یک جلسه دو جلسه حالا کلاس خصوصی مثلا برای پسر شما بذاره. اولین بار شخصی رو دیدم که واقعا اختراعات خودم رو مدیون ایشون میدونم، خانم حنیفی، که امیدوارم اگر صدای منو میشنون خالصانه ترین احترام های منو پذیرا باشن. جلسه اول تموم شد و من به خاطر حالا شرایط اقتصادی نمیتونستم جلسه دوم دیگه باشون باشم که ایشون گفتش که اصلا نیاز نیست. یه سری تمرینات دادن که گفتن که شما حل کن و جلسه دوم اصلا مهمان من، شما مجدد فقط بیاین، چون دید که من دوست دارم درس رو یاد بگیرم. داخل منزل که حقیقت بودم داشتم اون حالا تمارینی که خانم حنیفی دادن حل می‌کردم. یه مقدار شرایط خونه حالا شلوغ بود، اومدم یه راهکاری برای خودم ایجاد کردم. تو گوشم هندزفری گذاشتم و اون موقع یادش بخیر شبکه 2 برنامه نشون میداد، فیتیل جمعه تعطیلی داشتم نگاه می‌کردم که فقط ذهنم تصویرش رو بتونم ببینم و از طرفی داشتم اون مسائلم حل می‌کردم. گذشت رفتم مجدد جلسه دوم که آخرین جلسه بود خانم حنیفی و حسب اتفاق این موضوع رو مطرح کرد. ایشون گفتش که امکان نداره. گفتم چی شده خانم حنیفی؟ گفتش که امکان نداره که شما در عین واحد بتونید سه تا کار انجام بدین. مثلا نمیدونستم منظورشون چی هست. گفتش که معمولا انسان‌ها خب تک وجهی ان و خب یه سری افراد هستن دو وجهی ان و شما سه وجهی هست، یعنی همزمان ذهنتون میتونه سه تا کار رو هندل کنه. این هم میتونید رانندگی کنید، هم میتونید یه نوشیدنی بخورید، هم میتونید تلفن صحبت کنید. این کار ممنوعه ولی کردم. سه وجهی هست. این کارو کردم متاسفانه. اونجا بود که اولین بار این موضوع مطرح شد که با این ذهنی که شما دارین چرا نمیرین سمت اختراع؟ اون قابل اختراع کلمه است. چه سودی داره خانم حنیفی؟ گفت رزومه است، بحث علمی هست. اینا همه رو مطرح کرد تا به کلید واژه‌ای که من دنبالش بودم رسید. گفت میتونه از نظر اقتصادی برای تو یک پله باشه. دستبوس زحمات پدر مادرم هستم، برام زحمت کشیدم، ولی به هر حال زندگی کارگری بود، سخت بود به حال اون ایام. وقتی چنین موضوعی چنین چیزی پیشنهاد شد برای من یک جذابیت خاصی داشت و گفتم چیکار باید بکنم؟ یک کلمه‌ای گفتن که تا الان همیشه آویزه گوشم هست. گفت نگاهت عوض کن. مثلا اگر لیوان چایی دست مثالی که من میزد، اون لیوان چایی فقط در قالب یک لیوان نبین، آیا میشه اون لیوان رو طوری تغییر داد که بخواد بهره وریش بیشتر بشه؟ همون روز اولین طرح خودمو نوشتم و کشیدم که یک دوش حمام بود که بعد در طول این مدت این دوش اینقدر به لطف خدا پیشرفته تر شد. داشتم پیشنهادی از کشورهای دیگه بابت این محصول که هم میتونست مدیریت مصرف آب رو انجام بده، هم مدیریت زمان رو انجام بده و نیاز به هیچ گونه منبع انرژی هم نداره. 16 سال کار بدون بودجه و همراهی چی شما رو نگه داشت؟ چیزی که حقیقت تو کل این 16 سال من همیشه بهش فکر می‌کردم این بود که روزگاری بتونم به اون هدفی که دارم برسم. چیزی که حقیقت خیلی مهم است بحث پشت کار هست و اینکه شما همیشه به این موضوع اعتقاد داشته باشین که در زمانبندی که خدا خودش مشخص میکنه شما روزی به اون هدفتون خواهید رسید، اما شرطش اینه که هیچ وقت تسلیم نشین و ادامه بدین. جا داره تشکر بکنم از خانواده خودم و به خصوص از همسر خودم. بعد از ازدواج خب شرایط کلا تغییر کرد، مسیر اختراعات به سمت سوی دیگه ای رفت، چون هیچ حمایتی متاسفانه نداشتم و به ناچار برای اینکه بتونم محصولات رو درست کنم یا شرکت کنم تو مسابقات، من از فروش طلای همسرم گرفته، فروش طلای دخترم گرفته، حتی شاید قشنگ نباشه گفتنش، فروش کالسکو دوچرخه دخترم گرفته، فروش گیتاری که من خیلی دوستش داشتم. الهی سرزا مرتبه شکر حاصل این 16 سال تلاش کسب 11 تا افتخار به نام کشورم ایران بود که لطف خدا شامل حال من شد و تونستم به نام کشورم ایران توی 11 تا مسابقه جهانی کسب مدال کنم. ملاقاتی با رئیس تجار دبی هماهنگ شد که بریم خدمت ایشون. گفتن که ملیت رو عوض می‌کنی